در شمال وزیرستان فرار مردم ادامه دارد. 15 ایون نیروهای حکومت پاکستان در این منطقه کوهی زیر نظارت حکومت فدرالی این کشور بر ضد طالبان و گروه‌های جنگجوی عملیات نظامی راه‌اندازی کردند. در ابتدا مردم از حمله‌های هوایی خوف داشته به ولایت‌های همسایه و از جمله افغانستان فرار می‌کردند و حالا مردم از ترس عملیات زمینی به مناطق امن کوچ می‌بندند. در روسیه دادگاه بازنگری حکم 8 فرد متهم با داشتن نقش در ناآرامی‌های میدان بلاتنی مسکو را شروع نمود. در جلسه اول دادگاه شهر مسکو، حامی سابقه‌دار حقوق بشر روسیه لیودمیلا الکسییوا حضور داشت. محکوم شدگان با استفاده از نیرو در مقابل افسران پلیس مجرم دانسته شدند. اعتراضهای خشونتبار میدان بلاتنیا در ماه می سال 2012 به وقوع پیوسته بودند. قرقیزستان و تاجیکستان بررسی ساختمان راه ماشینگرد در منطقه بحث برانگیز مرز میان دو کشور را آغاز نمودند. اولین مذاکرات هیئت‌های تاجیکستان و قرقیزستان در شهر بادکند دایر شد. هیئت‌های هر دو طرف را معاونان سروزیرهای دو کشور رهبری می‌کردند. تاکنون تخمیناً 3-1 مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان که تخمیناً به 1000 کیلومتر برابر است، تشخیص و علامت گذاری نشده باعث چند بحث خشونتبار در مرز میان دو کشور گردیده است.